بینندگان عزیز، امشب در برنامه ای ویژه میزبان دو شخصیت مهم تاریخ معاصر ایران هستیم. پدری که از دل غزا خانه برخاست و کشوری ویران را سامان داد و پسری که پس از او آمد و ایران را به آستانه مدرنیته رساند. اما با انقلاب از تخت پایین کشیده شد. اجازه بدهید خوش آمد بگویم به رضا شاه پهلوی، بنیانگذار سلسله پهلوی و محمد رضا شاه پهلوی، آخرین پادشاه ایران. خوشحالم که فرصتی پیش آمده تا بعد از سالها از زبان خودم بگویم چرا آنطور رفتار کردم. من هم خوشبختم. شاید تاریخ با ما مهربان نبود، اما امروز می توانیم حرفهای ناگفته را بیان کنیم. جناب رضا شاه، شما در کودکی در آلاش در فقر به دنیا اومدید. چطور شد که از اون زندگی به تخت سلطنت رسیدید؟ من از همان اول سختی دیدم. مادرم بی سواد بود، پدرم زود از دنیا رفت. ما نداشتیم. وقتی نوجوان شدم، رفتم قزاقخانه. آنجا یاد گرفتم که بدون انضباط هیچ کشوری دوام نمی آورد. یک بار فرمانده‌ام گفت: این رضا روزی یا می میرد یا همه ایران را زیر پرچم خود جمع می کند. من مرگ را نخواستم. راه دوم را انتخاب کردم. پدر، شما از فقر آمدید. من اما از کودکی در کاخ بزرگ شدم. ولی نگذارید کسی فکر کند آسان بود. من را به سوئیس فرستادند. بچه‌ای تنها در مدرسه غریب. همکلاسی هایم مسخره‌ام می‌کردند. می‌گفتند شرقی و عقب مانده. همانجا با خودم عهد کردم روزی ایران را مدرن کنم که هیچ کس به ایرانی نگوید عقب مانده. یک پدر از خاک برخاسته، یک پسر در کاخ بزرگ شده. ولی هر دو یک هدف داشتید، ایران قدرتمند. رضا شاه، شما با کودتای 1299 قدرت گرفتید. آیا آن را نقطه شروع ساختن ایران نوین می‌دانید؟ بله، ایران آشوب بود. خائنین هر کدام مثل شاه کوچک حکومت می‌کردند. راه نبود، مدرسه نبود. من قسم خوردم که ایران را مثل یک ارتش اداره کنم. ارتش یعنی نظم. وقتی پدرم تبعید شد، من حتی فرصت نکردم خداحافظی کنم. یک روز گفتند تو شاه شدی. من 22 سالم بود. از یک طرف جوانی بی تجربه، از طرف دیگر کشوری اشغال شده توسط متفقین. من تاجی را بر سر گذاشتم که سنگینیش را هیچ کس باور نمی کند. تو باید همان راه مرا ادامه میدادی. چرا گذاشتی اطرافیان تو را کنترل کنند؟ پدر، دنیا عوض شده بود. دیگر با شلاق و ترس نمیشد کشور را اداره کرد. سوال مهمی دارم. نظم را چطور باید برقرار کرد؟ با زور یا با فرهنگ؟ زور لازم است. من اشای را خل سلاح کردم، مالیات گرفتم، دست خوانین را کوتاه کردم. اگر نمی کردم ایران تکه تکه می شد. یادتان هست راه آهن سراسری را خودم با چکمه وارد کارگاه شدم. کنار کارگر بیل زدم. باید چه نشان بدهد که خودش هم کار می کند. پدرم پایه ها را گذاشت. من سعی کردم مدرنیته بیاورم. سپاه دانش، سپاه بهداشت، اصلاحات ارضی. معلمی جوان به روستا میرفت و بچه‌ای را باسواد میکرد. این تغییر واقعی بود، اما قبول دارم. نظم بدون آزادی هم نمیماند. آزادی در کشوری که سواد ندارد یعنی هرج و مرج. اول باید مدرسه بسازی، بعد آزادی بدهی. ولی اگر صدای مردم را نبینی، حتی مدرسه هم به کار نمی آید. هر دو با قدرت‌های خارجی درگیر بودید. شما رضا شاه با آلمان و انگلیس و شما محمد رضا شاه با آمریکا. چه شد که مسیرتان اینطور متفاوت شد؟ من دیدم انگلیس و روسیه خون کشور را میمکند. رفتم سراغ آلمان ها، مهندس آوردم. میخواستم مستقل باشم. همین شد که به جرم نزدیکی به آلمان مرا تبعید کردند. من مجبور بودم با آمریکا کار کنم. جنگ سرد بود. اگر پشت آمریکا نمی ایستادم، شوروی ایران را می‌بلعید. اما آمریکا هم فشار می آورد. اصلاحات ارضی، قراردادهای نفتی، خرید تسلیحات. یک بار کندی گفت اگر ایران منفجر شود، تمام خاورمیانه می‌لرزد. من میان چکش با زندان بودم. پس شاه باید استقلال داشته باشد، نه اینکه دست نشانده باشد. پدر، شرایط فرق داشت. شما در زمان خودتان دشمن خارجی رو در مرز داشتید. من دشمن داخلی رو در خیابان. مردم شما را دوست داشتند یا می‌ترسیدند؟ من میخواستم مردم بترسند. وقتی به بازار رفتم، بازاریان یک دفعه ساکت شدند. این یعنی احترام. بدون ترس قانون اجرا نمی شود. من میخواستم مردم دوستم داشته باشند، ولی
فاصله ای افتاد. ساواک شد دیوار میان من و مردم. هنوز یادم هست در سفری به خراسان مردی جلویم آمد و گفت اعلی حضرت، ما نان نداریم. آن شب خوابم نبرد، ولی دستگاه عریض و طویل دولتی نمیگذاشت حرف آن مرد به عمل تبدیل شود. تو زیادی دلرحم بودی. سیاست با دلرحمی نمیچرخد. و شما زیادی سختگیر بودید. مردم باید احساس کنند شاه پدرشان است، نه قزاقی با شلاق. هر دو شما سقوط کردید. یکی در تبعید در آفریقای جنوبی، دیگری در مصر. چه حسی داشتید؟ وقتی در کشتی نشستم و خاک ایران از دور محو شد، دلم شکست. من ایران را از دل خاک بیرون کشیده بودم. آرزو داشتم پسرم میراثم را نگه دارد. وقتی از ایران رفتم، مردم در خیابان شعار میدادند مرگ بر شاه. هنوز امیدوار بودم برگردم، ولی وقتی هواپیما بلند شد، فهمیدم تاریخ ورق خورده. اگر دوباره متولد می شدم، زودتر جلوی فساد اطرافیانم را می گرفتم. و من اگر دوباره برمیگشتم، بیشتر با مردم حرف می زدم. امشب شنیدیم از پدری که میخواست ایران را با نظم و قوه قهریه بسازد و پسری که رویایی مدرن کردن ایران را داشت. یکی میگفت قدرت بدون عدالت ویرانگر است. دیگری باور داشت آزادی بدون نظم هرج و مرج میآورد. اما تاریخ نشان داد ایران همیشه بزرگتر از شاهانش است. قضاوت نهایی با شماست، مردم ایران.